بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث شداد ابن اوس رضی الله عنه روایت میگند، حدیث صحیح است. شیخ شیخ البانی میگد پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم شداد ابن اوس نصیحت میکند، وصیتش میکند. میگوید که یا شداد ابن اوس، ای شداد ابن اوس، اذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء كلمات. ای شداد ابن اوس، وقتی که هنگامی که تو دیدی که مردم هر آینه طلا و نقره برای خود خزینه میکنند، پس تو برای خود همین کلمه ها را خزینه کن. همین کلمه ها را که میگوید که اللهم انی اسألك الثبات في الامر والعزیمة على الرشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیتش میکنه همین کلمه ها را بگو، دعا کن به همین کلمه ها. ای الله، هر آینه من از تو میپرسم ثبات، ثابت قدمی را در دین، یعنی که همین خیلی در دین هستم، همین گونه مرا صاحب قدم کن، در دوامی حیاتم در دین صاحب قدمم کن. ثابت قدم بخشش، ثابت قدمم کن که قدم در دین با استوار بگذارم، شک و شبهه در دینم نبیاید، سست و ضعیف شوم. همین دعا را کن. اللهم انی اسألك الثبات في الامر والعزیمة على الرشد. عزیمه این چی است؟ عقد قلبی است. علی الرشد، رشد به معنای ثواب، صلاح، نیکی، یک چیز ثواب، که به یک چیز ثواب من عقد دلی من به یک چیز ثواب باشد، با وقت که هم کاری نیک است، ثواب کاری نکو را انجام دهم. و اسألك موجبات رحمتك، و از الله میپرسم موجبات رحمت. موجبات، این کلمه موجبه، موجبه ای اون عملها، اون سخنها، اون صفتها، اون فعلهایی که سببی رحمتی الله برای من می شود، همونا را برای من توفیق بده، میسر کن. همون عملهایی که در اون عملها رحمتی پروردگار برای من میسر شود، مرا فرا گیرد، همون عملها را کردن شد برای من توفیق بده. و عزایم مغفرتک، و عزایم گفتیم جمع عزیمه. عزیمه عقدی که به قلب انسان میکند. ای همون عملها و همون فعلهایی که سببی کردن همونا سبب مغفرتی تو برای من میشود، همونا را برای من توفیق بده. در یک جا رحمت، عملهایی که رحمتی الله در اون است، و عملهایی که مغفرتی الله در اونها است، همونا را برای من آسان بکن که همونا را انجام دهم. همونا را از تو میپرسم ای پروردگارم. و اسألك شکر نعمتک و حسن عبادتک، و از تو میپرسم سپاسگزاری و شکرگزاری را برای من توفیق دی. یعنی حتی شکرگزاری برای نعمتی که الله برای تو میدهد، شکرگزاری همو را الله برای تو توفیق میدهد که تو شکر همو را بگذاری. شکر هر یک نعمتی که الله برای تو میدهد همو از جانب توفیق الله هست. و حسن عبادتک، و همون زیبایی عبادت، یعنی توفیق در عبادت که از همون عمل از تو راضی باشد الله، همون عملها را برای من آسان کن. عملهایی که تو از آنها از من راضی میشوی. و اسألك قلبا سلیما و لسانا صادقا، و از تو میپرسم دلی سالم از همه شبهه ها و از همه شک و شرک و کفر و از همه چیزها، دلی پاک از همه ریا و از همه سمعه و از همه خودنمایی و از همه چیز پاک.
از تو دلی پاک میپرسم، دلی سالم میپرسم. و زبانی راستگو. زبانی چی؟ زبانی راستگو. و اسألك من خیر ما تعلم و اعوذ بك من شر ما تعلم. و میپرسم از تو از نیکی آنچه که میدانی، از نیکی آنچه که تو میدانی، و از پناه میبرم به تو از بدی آنچه که تو میدانی که برای من میبیاید، و از همون خیری که برای من میبیاید از همون از تو میپرسم که تو را میدانی. و استغفرك لما تعلم انك انت علام الغیوب. و طلبی مغفرت گناهان از تو میپرسم، طلب آمرزش گناهان از اون چیزهایی که تو میدانی من کردم و تو میدانیشان. از امانها گناه هستن و من کردمش که تو اونها را میدانی. از امانها مغفرت میپرسم که تو امانها را برای من بیامرزی، همون گناه ها را. هر آینه تو دانای غیب استی، آنچه در آینده می شود تو را میدانی. عالمی غیب استی، داننده غیب ها.